بسیجیان عزیز، بسیجیان دل و دماغ سوخته، امشب میخوایم دلا رو ببریم به صحرای کربلا. وایسا ببینم کجا؟ بی خود کردی دلا رو ببری کربلا. یزید جون تویی؟ بیا بغل سیدعلی. ولمون کن بابا، حالا حوصله شوخی ندارم. چرا آخه؟ چی شده؟ بابا تو دیگه شورشو در آوردی، دست ما رو پشت بستی تو. ای بابا این حرفا چیه استاد؟ ما هر چی یاد گرفتیم از شما و ابوی جنابالی یاد گرفتیم. آخه مرد ناحسابی، ما فقط آبو بستیم به اون 72 نفر، تو آب و روم میلیون ها نفر بستی. اینو من کجا به تو یاد دادم؟ تازه فقط آب نیست که، برقم بستی، اینترنت هم بستی، ای بستی. ای بابا یزید جون، اینقدر بست نکن، بیا یه بست بزن فضات عوض شه. ما اصل قضیه رو از شما یاد گرفتیم، اما بعدش یه ابتکاراتی هم خودمون به خرج دادیم. بابا یزید تویی، ما داریم اداشو در میاریم. به جان تو کارایی که تو اون امامت کردید به عقل صدم من و بابام هم نمیرسید. لعنتی نیدار کجا میاری تو یزید تو؟ این که سوال نداره اخوی، ما تجربیات تو و بابات و چنگیز و هیتلر و باقی بر و بچه ها رو میذاریم کنار هم، بعد هم اندیشه امام و قاطیش میکنیم، نتیجهش همین آشی میشه که میبینی. این همه جون میکنید، حالا جوابم داره؟ ای بابا چه جوابی؟ مگه ندیدی تو خوزستان چه چپقی ازمون چاق کردن؟ اینطور که پیداست جای تو هم کنار من و بابام و اون امامته. پس جای این که دلا رو ببری صحرای کربلا، واسه خودت روزه بخون که باید دلا رو بیاری تو جهنم.